نوبت متولدین مهر یا میزانه. تا ببینیم در ماه اردیبهشت تحت تاثیر منفی سیارات چه تصاویر کابوسگونه ممکنه ببینن. چه اسراری را از پس این خوابها توسط علم آسترولوژی میتونیم کشف کنیم و چطور میتونیم خودمون رو از اونها رها کنیم. مهر، برج میزان، تصویر کابوس، آینه ترک خورده یا شکسته. در علم آسترولوژی میزانی که به زیبایی یا تعادل وابسته است، دیدن چهرهش در آینه شکسته براش وحشت آوره. این خواب نمادی از تزلزل در اعتماد به نفس یا احساس گمگشتگی در شناخت خوده. راهکار چیه؟ مراقبه بازتاب نور که در اون تصور میکنی آینه درونت با نور طلایی ترمیم میشه. بسیار برات موثره. همچنین نوشتن جمله تأکیدی: من زیبا هستم چون نور درون من میتابه. روزی 3 بار. اعتماد به نفس رو برات برمیگردونه. تصویر کابوس: جدا شدن از شریک احساسی یا طرد شدن. متولد مهر ممکنه خواب ببینه کسی رو که خیلی دوستش داره اونو ترک کرده یا بی احساس شده. این خواب نشانه وابستگی ناسالم یا ترس از تنها موندنه. راهکار چیه؟ تقویت ارتباط با خود، نوشتن نامه عاشقانه برای خودت و شبها در آغوش گرفتن یک شیء نرم مثل بالش. با پذیرش عشق الهی انرژی درونت رو متعادل میکنی. تصویر کابوس: قرار گرفتن در موقعیتی ناعادلانه. ممکنه ببینی کسی در حقت ظلم میکنه یا نمیتونی از خودت دفاع کنی. این خواب بازتاب اضطراب از بی‌عدالتی یا تصمیم گیری سخته. راهکار چیه؟ سوزاندن برگ خشک یا پوست نارنج همراه با نیت رهایی از قضاوت. بسیار پاک کننده است. همچنین تمرین تجسم یک ترازو در قلبت که نور سفیدی در 2 کفش جاریه به بازسازی تعادل درونیت کمک میکنه. تصویر کابوس: گم شدن در میان جمع یا صدای خفه شده. اگه ببینی نمیتونی حرف بزنی یا کسی رو صدا کنی یا کسی صداتو نمیشنوه، این نشانه احساس نادیده گرفته شدن یا ترس از بیان حقیقته و یا احتمالاً بروز بیماری‌های مربوط به غده تیروئید. راهکار چیه؟ فعالسازی چاکرا گلو یا خواندن مانتراهای صوتی یا حتی آواز خوندن با صدای بلند در حمام کمک میکنه این گره باز بشه. ذکر صدای من حقیقت دارد و جهان مرا میشنود را تکرار کن. تصویر کابوس: بالانس شکسته یا سقوط از ارتفاع. دیدن سقوط یا از دست دادن تعادل جسمی نشانه از بی‌ثباتی احساسی یا تزلزل در مسیر تصمیم گیریه. راهکار چیه؟ ایستادن روی یک پا برای چند ثانیه در روز. تمرینی ساده اما عمیق برای بازگرداندن مرکز ثقل درونیته. همچنین نوشتن 2 انتخاب مهم زندگی و بررسی مزایا و معایبشون کمک میکنه تعادل ذهنی رو پیدا کنی. تصویر کابوس: مهمانی پر از چهره‌های بی‌احساس. متولد مهر ممکنه در خواب جمعی رو ببینه که در اون کسی با او حرف نمیزنه یا نگاش نمیکنه. این خواب نشانه نیاز به ارتباط حقیقی و رهایی از روابط سطحیه. راهکار چیه؟ تماس با یک دوست واقعی یا نوشتن پیام محبت‌آمیز برای کسی که دوستش داری. روح تو شفا میده. همچنین مدیتیشن با عود یاس یا گل رز برای پاکسازی روابط توصیه میشه. جمع‌بندی: متولد مهر در اردیبهشت با چالش‌هایی از جنس اعتماد به نفس، عشق، عدالت و ارتباط مواجه میشه. خواب‌ها به تو یادآوری میکنن که زیبایی حقیقی از درون تو میتابه، وگرنه بی‌عدالتی یا بی‌مهری تنها بازتابی از عدم تعادل درونیته که اکنون زمان ترمیم اون فرا رسیده. بریم سراغ متولدین آبان یا عقرب. در ماه اردیبهشت، زمانی که سیارات در حرکت‌های خاص خودشون قرار دارن، خواب‌های آبان معمولاً به شکل‌های رازآلود، هولناک و گاهی آگاه بخش بروز می‌کنه. از نظر آسترولوژی، آبان فرزند سیاره پلوتو عمیق‌ترین پیام‌ها رو از جهان نادیدنی دریافت می‌کنه. تصویر کابوس: دیدن مرده‌ای که بازگشته یا با تو داره حرف میزنه. در علم آسترولوژی، آبان رابطه تنگاتنگی با دنیای ارواح داره. ممکنه در اردیبهشت خواب مرده‌هایی رو ببینی که پیام‌های رازآلود دارن. این خواب ممکنه حاصل هشدار، طلب دعا یا پیامی برای رهایی از گذشته باشه. راهکار چیه؟ روشن کردن شمع سفید در کنار یک ظرف کوچیک آب و گفتن این جمله: روحتون آرام، پیامتون دریافت شد. باعث آرامش خودت و روح ناآرام میشه. تصویر کابوس: مار سیاه یا حیوانی که در تاریکی کمین کرده. مار یا حیوان خطرناک در تاریکی سمبولی از ترس‌های سرکوب شده، دشمنان پنهان یا رازهایی که وقت اون رسیده برملا بشن. راهکار چیه؟
نوشتن ترس‌ها و سوزوندن اونها در شعله‌های کندر آغازیه برای پاکسازی. گفتن ذکر نور در تاریکی منجاریه پیش از خواب انرژی محافظت تو رو فعال میکنه. تصویر کابوس، تعقیب شدن توسط چهره نامعلوم. اگه در خواب حس کنی کسی در تعقیب توئه ولی چهرهش رو نمیتونی ببینی، این بازتاب فشار روحی و روانیه که شاید از گذشته یا از انرژی‌های فردی منفیه که در زندگی بیداریت حضور داره. راهکار چیه؟ کشیدن دایره روی کاغذ و تصور این که مرکز اون با نور طلاییه. تمرینیه برای محافظت. نوشتن نام دشمنان احتمالی و بستن اون در کیسه نمک انرژی منفی رو خنثی میکنه. تصویر کابوس، اسیر شدن یا گیر افتادن در زیرزمین یا غار. این خواب نشانگر درگیری ذهنی و احساسیه. ممکنه با رازی سنگین، حس گناه یا زخم قدیمی دست و پنجه داری نرم میکنی. راهکار چیه؟ نوشتن این رازها یا دردهایی که هیچ کس اونا رو نمیدونه و سپس دفن کردن اون کاغذ در خاک. از قدیم سنتی برای رهایی عقرب‌ها بوده. این کار نماد دفن انرژی کهنه و آغاز تازه است. تصویر کابوس، دیدن خودت در هیئتی ناشناس یا ترسناک. ممکنه خودت رو با چهره تاریک یا عجیب ببینی. این خواب بازتاب جنبه سایته که نیاز داره شناخته بشه و پذیرفته بشه. راهکار چیه؟ نگاه کردن به آینه در نور شمع و گفتن من سایه‌مو میپذیرم و به نور تبدیلش میکنم. یک تمرین کهن مصریه برای متولدین آبانی. تصویر کابوس، خیانت یا افشای راز. دیدن این که کسی راز تو افشا میکنه یا داره به تو خیانت میکنه ریشه در عدم اطمینان به اطرافیان یا حتی خودت داره. راهکار چیه؟ استفاده از طلسم سکوت، یعنی نوشتن نام خودت با نمک در حلقه بسته از کندر و گذاشتن در یک جعبه چوبی. انرژی محافظ اطراف رازها تو ایجاد میکنه. مراقبه من بر رازهای خودم تسلط دارم و صبحها تکرار کن. جمع‌بندی، متولدین آبان در اردیبهشت با خواب‌های روبرو میشن که همچون دروازه به دنیای زیرین و اسرار پنهانه. این خواب‌ها تو رو دعوت میکنه تا از ترس‌ها عبور کنی، رازها تو بپذیری و به حکمت بدلشون کنی. تو پیام‌آور تاریکی هستی که به نور بدل میشن. حالا نوبت متولدین آذر یا قوسه. از نظر استرولوژی آذر فرزند آتش و حقیقت، همیشه در جستجوی معنا و آزادی. اما در ماه اردیبهشت که انرژی زمین و ثبات غلبه داره، قوس ممکنه در خوابهاش با محدودیت‌ها، ترس‌های فلسفی یا پرسش‌های بی‌پاسخ روبرو شده باشه. تصویر کابوس، گم شدن در مکانی ناشنا یا بی‌انتها. این خواب برای متولدین آذر نشانه گم شدن در مسیر زندگیه. شاید احساس کنی هدفی رو که به دنبالش بودی مبهم شده یا دیگه تو رو راضی نمی‌کنه. راهکار چیه؟ کشیدن نقشه ذهنی از رویای بزرگت و قرار دادن یک نماد آتش یا خورشید در مرکز اون. شمع نارنجی رو روشن کن و هر شب بگو راه هم روشنه، حتی در تاریکی. تصویر کابوس، سقوط از ارتفاع. برای قوس که نماد صعود و تعالیه، سقوط در خواب نشانه هراس از شکست یا عدم کنترله. این تصویر حاصل مقاومت ناخودآگاه در برابر فروتنی یا پذیرش محدودیت هاست. راهکار چیه؟ مراقبه با چشم بسته و تصور پرواز روی اسب بالدار و تکرار ذکر من بال دارم، سقوط معنایی ندارد، باعث بازیابی اعتماد به مسیر میشه. تصویر کابوس، فریاد زدن ولی هیچ کس نمیشنوه. این خواب بازتاب احساس بی‌توجهی یا شنیده نشدن عقاید و احساساته. قوس همیشه به دنبال گسترش افکارشه، اما گاهی با دیوار سکوت مواجه میشه. راهکار چیه؟ نوشتن حقیقتی که در دلت داره سنگینی میکنه و خوندن اون با صدای بلند، حتی اگه کسی نشنوه. این تمرین آتش درون تو آزاد میکنه. تصویر کابوس، زندانی شدن یا گیر افتادن در جمعی بسته. از نظر استرولوژی قوس عاشق آزادی یا سفره. این خواب نشون میده که روح تو از محدودیت‌های اطرافت خسته شده یا نیاز به فرار از محیطی کنترل کننده داره. راهکار چیه؟ بستن چشم و تجسم این که در قفس طلایی باز میشه. آویختن کلیدی کوچیک به گردن، نشانه انرژی رهاییه. بگو آزادی درون من همیشه فعاله. تصویر کابوس، دیدن معلم یا فردی دانا که تو رو سرزنش میکنه. این خواب رویارویی تو با صدای درونی یا یک حقیقت ناگفته است.
گاهی آذر ماهی‌ها به دنبال حقیقت بیرونی هستند در حالی که جواب در درون خودشون پنهون شده. راهکار چیه؟ نوشتن سوالاتی که ذهنتو مشغول کرده و مدیتیشن با ذکر حقیقت مرا میخواند باعث روشن شدن پاسخ‌ها میشه. تصویر کابوس، سوختن کتاب یا تخریب مکانی مقدس. برای متولدین آذر که جستجوگر فلسفه و ایمانند، این خواب نمادی از بحران معنویه. شاید دچار تردید شدن یا با واقعیت تلخ روبرو شدن. راهکار چیه؟ نوشتن یک جمله مقدس یا شعری از دل و گذاشتن اون در کتاب مورد علاقت. حافظی پنهان برای ایمان تو میشه. گفتن جمله ی حقیقت در دل من زنده است در هنگام خواب انرژی محافظت کننده تو بیدار میکنه. جمع‌بندی. در اردیبهشت خوابهای متولد آذر تو رو به سفری درونی دعوت میکنن، جایی که باید مرزهای فکری و معنوی رو بشکافی و دوباره با جوهره آتشین خودت یکی بشی. این ماه فرصتیه برای بازیافتن قدرت درونی، آزادی روح و صدای حقیقت. یادت نره حتما کانال ما رو سابسکرایب کنی و زنگوله رو به صدا در بیاری.